هر قدری که به زینه‌های موفقیت برسیم باز نظر می‌اندازیم به گذشته، یاد دوران کودکی، بچگی و جوانی. سلام تماشابینان گرامی، برنامه نوبتی کودک خوراک از منظور شما. امروز ما را محمد عاصمی به خانه خویش دعوت کردند. خب محمد، امروز برای بینندگان چی آماده می‌کنید؟ السلام علیکم تماشابینان عزیز، من امروز به شما یک محصولات را تیار میکنم که نامش بلینچیک است. خب محمد، برای ما کدام محصولات ها ضرور است؟ ما از چی آغاز میکنیم؟ ما 2 قاشق شکر را میریزیم. یعنی اول از شکر آغاز میکنیم. خب محمد، برای پسر پختن خوراک مشکل نیست؟ مشکل. شما خوراک را از کی یاد گرفتید؟ از مادرم. از مادرم. محمد چند ساله هستی؟ من 9 ساله. خب ما شیر رو آمیخته کردیم. حاضر برای ما. اکنون ما آرد را میریزیم، آمیخته میکنیم. محمد، در آینده چی شدن میخواهی؟ در آینده دکتر شدن میخوام. دکتر میشوی؟ برای چی دکتر بشوی؟ برای آنکه آدمان را طبابت میکنیم. نمیترسی؟ نه. محمد، حاضر ما چیکار میکنیم؟ ما همه چیزها را انداختیم، شکر را انداختیم، نمک را انداختیم، شیر را انداختیم، آرد را انداختیم، تخم را هم آمیخته کردیم. اکنون 1 قاشق روغن را هم آمیخته میکنیم. اکنون این را با میکسر لب میزنیم. در گواره خوب کردگی هستی؟ نه. خب برای چی کودکان رو در گواره میبندن؟ توی برایش میبریزن؟ نه، برای آنکه آنها حالا خورد است. یعنی برای خورد بودنشون میباره در گواره میبندن. محمد، برای ما گفتن که شما به ورزش مشغول هستید. برای چی مشق میکنید؟ آیا کسی را زدنی هستید؟ برای آنکه هر کس برای خود را حمایت کردن به ورزش مشغول میشه. برای من هم به ورزش مشغول است. خب محمد، به فکرت کودک از کجا پیدا می شود؟ یا از بازار می خورند؟ نه، از مادر. چیکار میکنیم حاضر؟ وای را میگیریم. خب حاضر چیکار میکنیم؟ ما حاضر این را گرفته به میانه اسکوارات که میریزیم. محمد، یک چی پرسم، گپای خودم من به هیچ کس نمیگم.
یک روز از مکتب گریخته بودید که برای چی گریختین؟ من نبودم وای دادرم دادرتون بود می؟ وای دادرم بود وای نگاه کرد که معلمش دیگر جا را نگاه کرده ایستاده بود او گریخت و به خانه ما آمد دید که به خانه ما هیچ کس نیست و به خانه عمکم آمد در آنجا آچم بودن این حادثه را به ما نقل کرده بود بعد مادرت رو جنگ نکرد؟ نه مادرم جنگ نکرده جوان رو دوستی کردگی هستی؟ نه رفتار کرده بودی که نکرده بودم اگر کلان شوی پلیس شوی دوستان رو چی جزا میتی؟ دوستان رو باید به ترمه میده از ترمه میبره باش کار میکنی؟ آنها رو میزن میزنی؟ بعد برای پلیس ها ممکن نیست که زدن باید آنها رو جزا ده چی جزا میتی؟ میزنم چخیل میزنی؟ با چوب میزنم با چوب میزنی؟ کمک کنم؟ یارو شد محمد آینده باش شدن میخواهی؟ ها؟ باش شدن ها برای چی؟ برای آنکه آدم به پول باشد زندگی کردن نمیتوان یعنی به پول زندگی کردن نمیشود؟ نه پول برای چی در کار؟ پول برای آنکه برای زندگی کردن خودت تنها زندگی کردن بتوانه؟ نه برای چی؟ برای آنکه من خودم پول کار کردن نمیتوان کلان شوی چی؟ کلان شوم میتوان چی کار میکنی؟ دکتر شده همه را طبابت میکنم محمد شما علاقه خوراکپزی را یاد گرفتین در آینده پاور شدن نمیخواهید؟ نه باید آدم خوراکپزی را یاد گیرد اما کسب اساسی من دکتر شدن است شما دکتر شدن میخواهید و من دکتر شدن میخوام و همه را طبابت کردن میخوام یعنی گفتن که شما دکتر میشوید و پول میگیرین اگر من دکتر شوم و همه را طبابت کنم همه به من پول میدن و بیمار و خیر هست و از کجا پول میوبد؟ و هم کار نکند بیمار چخیل کار میکند؟ بیمار کار کردن نمیتواند که؟ میتوان اگر دلش به بچه‌هایش بسوزد بعد کار میکند محمد در آینده زن میگیری؟ چخیل زن میگیری؟ من حالا نمیدونم ولی نمیگیری؟ نه برای چی؟ برای آنکه آنکه زن میگیرن؟ برای آنکه زنشان با آنها هر چیزی پخته میدهد ولی برای همین مردها زن میگیرن برای بچه داشتن خوب شد خوراک ما آماده شد خب تماشابینان گرامی خوراک ما آماده شد خب محمد به فکرت خوراک با مزه شد ها خوب میچشیم خیلی با مزه شده است خب محمد بغیر از خوراکپزی باز چیز استعداد داره شعر خوندم
شما شعر میخونید. وطن وطن سیریشتی من بقا و سرنوشتی من زمینی زر بهشتی من بهشتی من بهشتی من مقدسی تو رنگ رنگ شکفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو دیار شعر و یاسمن نوای تو نوید من زی چشم اولی خدا رسیده ای به من وطن 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 سیرشتی من بقا و سرنوشتی من. این شعر دوست داشته من بود. آفرین، بهترین. استعداد کودک در اویله انکشاف می‌یابد. فکر و احساس، اراده و خصلت، شعور و اخلاق کودک اولین بار در اویله تشکل یافته مهمترین خصلت‌های آداب و اخلاق را از والدین می‌آموزد. یعنی استاد اولین کودک والدین میباشد. خب این لحظه افتخارنامه از جانب تلویزیون آماده شده است که ما آن را به محمد میسپاریم. مبارک شود. احمد. خب بینندگان عزیز، برنامه کودکی خوراکپز منظور شما بود. کودکان شما اگر استعداد خوراکپزی داشته باشند میتوانند در برنامه ما اشتراک کنند. شما میتوانید در رقم هایی که زیر آینه نیلگون نوشته شده است با ما در تماس باشید. شما آواره نشوید، ما خود به نزد شما میبیاییم. برنامه های ما را پیگیری کنید. خیر تا برنامه دیگر.